85,000 تومن مجبور شدم رفتم یه بسته همبرگر گرفتم برای خانوم. از دلم هم نمیاد بهش چیزی ندم، همه چی گرونه، خودم نمیتونم بخورم، مجبورم برم برای این بخرم. ولی خب سرخش کردم که حیوانی مریض نشه. زده 30% گوشت، ولی فکر نکنم 3% گوشت داشته باشه. حالا اگه بتونه موعظه اینو بخوره، یعنی سویا رو راحت میخوره. سویا بسته 50 تومن، از فردا واسش سویا میگیرم، تو آب میخوابونم، سرخش میکنم، میدم به جای کباب یا همبرگر بخوره. بیا عزیزم، بیا بخور نوش جونت. ولی دیگه به بقیه دوستات ندارم بدم، عدتون زیاده، فهمیدی؟ فقط شما مجازی بخورید دیگه، ندارم بقیه‌شو بدم. خوبه؟ دوست داری عزیزم؟ نوش جونت، بخور. عصبانی نشو.